سلام دوستان، سحر هستم، کارشناس گیاهان دارویی. در این ویدیو میخوایم به درمانهای مناسب سکسکه نوزاد بپردازیم که قطعاً سوال خیلی از عزیزان هستش. وقتی که نوزاد تون غذا بخوره، دچار گرسنگی باشه و تند غذا رو بخوره یا میزان غذای زیادی نسبت به حجم دهانش بهش داده بشه، باعث میشه که هوا وارد بدنش بشه و در نتیجه شکم منبسط میشه، به دیافراگم فشار میاره و سبب بروز سکسکه میشه که میتونه برای نوزاد اذیت کننده باشه و سبب گریهش بشه و کلافگی حتی براش در بر داشته باشه. راهکارهای زیادی وجود داره که برای درمانش میپردازیم و صحبت میکنیم که راهکارهای خانگی هم هست و البته یکی از دلایل سکسکه غیر از این مواردی که گفتم میتونه ریفلاکس معده باشه. غذای هضم شده و اسید معده وقتی از طریق مری باز میگرده باعث میشه که دوباره دیافراگم تحریک بشه و از سکسکه بروز بده. یکی از راههای خیلی خوب برای جلوگیری کردن از سکسکه این هستش که نوزاد بعد از اینکه غذاشو خورد تا حدود نیم ساعت نشسته باشه. اگر حالا اون تایم خواب شبانه‌اش نیستش، در طول روز هست، بهتره این رو حتما انجام بدین. نوزاد رو تا نیم ساعت نشسته بذارین و حتما بادگلوی بچه رو بگیرید. این یکی از نکات بسیار مهمی که ممکنه گاهی اوقات فراموش بشه و سبب اذیت شدن فرزندتون بشه. همچنین زمانی که این بروز میده، یکی از راحت ترین و در دسترس ترین کارها استفاده از پستونک هست که دیگه ممکنه توی یه تایم خیلی کوتاهی پدر مادرها به بچهشون پستونک رو بدن و یه تایمی هم بالا با ترفندهای مختلف ازش بگیرن و زمان سکسکه این میتونه خیلی کمک کننده باشه و اون باد اضافه، نفخ اضافه رو از بدن نوزادتون بیرون بده. این کمک میکنه قطعا. حالا میرسیم به یکی از درمانهای گیاهی خونگی که هیچ عوارضی هم در بر نداره. دوستان، یک سری گیاهان هستن که برای کودکان عوارضی رو در بر ندارن. حتی بچه هایی که زیر 6 ماه هستن و غذا نمیخورن، استفاده از اونها هیچ مانعی نداره و خیلی از گیاهان در حال حاضر هم داره ازشون داروهای مختلفی تهیه میشه. مهم دوز مصرفی اون دارو هست و اینطور نیست که به هیچ عنوان نباید کودک استفاده بکنه. دوز مصرفی رو اگر بدونید و اینکه بدونید چه گیاهی مناسب هست و چه گیاهی ممنوع هست برای بچه ها، این قطعا میتونه کمک کننده باشه. بابونه یکی از گیاهانی هستش که معمولا برای نوزاد و بچه ها، کودکان، هیچ عوارضی رو معمولا در بر نداشته و چون ضد التهاب خیلی خوبی هم هست، میتونه خیلی از موارد و مشکلات داخلی بچه رو درمان بکنه. ضد التهاب بودن نکته خیلی مهمیه. اگر گیاه بابونه رو توی خونه دارین، گل بابونه رو دارین، آب رو که جوش آوردین، یک لیوان در حال جوش نباشه به هیچ عنوان. گلها به هیچ عنوان نباید با آب در حال جوش دم بکشن چون که خواصشون رو از دست میدن. یک لیوان آب جوشیده شده و یک قاشق غذاخوری بابونه رو 10 دقیقه درش رو بذارین دم بکشه، بعد صافش بکنید. اگر نوزادتون زیر 6 ماه هست، 2 قاشق غذاخوری، میتونید حتی با مقداری آب گرم هم رقیقش بکنید. 2 قاشق غذاخوری با مقدار خیلی کم آب رقیق بکنید، به نوزادتون بدین. هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، هیچ عوارضی هم معمولا نداره. میگم گیاهی هستش که کمترین عوارض رو داشته، یعنی به ندرت دیده شده که حالا بچه‌ای به گیاه بابونه حساسیت داشته باشه. و مورد بعدی اینکه اگر خواستین از پودرش استفاده بکنید، خیلی از دوستان یک داروخونه گیاهی هم توی خونه دارن، دوستان داشته باشن. مثلا پودر بابونه شما اگر دارین، به اندازه فقط نوک قاشق چایخوری توی یک استکان آب جوش دم میکنید و از این فقط 2 قاشق غذاخوری رو به بچه‌تون میدین و حتما حواستون باشه
برای گلها میزان قاشق غذاخوری گفتم، ولی وقتی تبدیل به پودر میشه، چون میزانش بیشتره، حجمش کمتره، میزان اون گلی که استفاده شده بیشتر بوده ولی تبدیل به پودر شده، کمتر شده، در نتیجه برای زیر 6 ماه نوک قاشق چایخوری کافی هست که دم بشه و در یک استکان. و اگر بچه بالای 6 ماه هست میتونی نصف استکان رو به بچه بدین بخوره، هیچ موردی نداره، با هر دو روشی که دم کرده باشین بابونه رو. و یه نکته مهم هم بگم، بتونین که زیر 1 سال معمولا سکسکه نوزاد، سکسکه فرزندتون جای نگرانی وجود نداره و یه چیز طبیعی هست که به وجود میاد. ولی همونطور که بارها توی فیلم ها گفتم و قطعا یک مادر عاقل، یک پدر عاقل این رو میدونه که اگر مشکلی توی فرزندش تداوم پیدا میکنه و تکرار میشه، مزمن میشه، اصلا نباید بگذاره این ادامه دار باشه. باید خیلی زود به پزشک معالج معتمد خودتون، پزشک اطفال بچه‌تون مراجعه بکنید و پیگیری بکنید موضوع رو و درمان بکنید. پس موارد احتیاط رو حتما در نظر بگیرین. این نکته مهمیه که همه عزیزان باید بدونن. هر نوع علائم و بیماری وقتی تشدید میشه و تکرار میشه نیاز به پزشک هست و حتما توصیه میشه که به پزشک محترمتون مراجعه بکنید. دوستان امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونید استفاده بکنید. خیلی خوشحال میشم لایک کنید، دکمه سابسکرایب رو هم بزنید که وقتی مطالب جدید منتشر میشه از عزیزانی باشین که با خبر میشید. برای همتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم، مخصوصا فرشته های کوچولوتون.